برای تزریق ژل مرحله اول اینه که اینجا یه پیش داره، پیشش رو باز میکنیم. اینم سرنگای 10 cc. برای سرنگای 10 cc یه کانکتور میخوایم. این کانکتور سرنگ به سرنگ. اینو وصل میکنیم به این پیچ. و سرنگای تک cc از سرنگ 10 cc میخوایم خالی کنیم توی سرنگ تک cc برای کسی که 1 cc میخواد ژل بزنه. اینو فشار میدیم از اینجا، کامل بگیر، از اینجا فشار میدیم. اینو که وصل کردیم سر اینم وصل کردیم به این، فشار میدیم که ژل خالی بشه توی سرنگ رو. میبینید که داره خالی میشه. بعد اینو باز میکنیم از